درود بر شما. ریشه بسیاری از مشکلات ما در خانواده هست، در روابط ناسالم و ناکارآمدی که بین اعضای اون خانواده وجود داره. بنابراین ما توی بحث مشاوره، در کنار مشاوره فردی، مشاوره خانوادگی هم میدیم و از تکنیک‌های خاصی استفاده میشه. من یک مثال عرض کنم براتون. بحث نقش‌ها در خانواده باید درست تعریف شده باشه. به عنوان مثال، دختر خانومی بود که خب ازدواج نمی کرد در حالا سنین بالا و می گفت که من مسئولیت اینو دارم که از برادرم محافظت بکنم، برادرم رو هنوز کمک نکردم به اندازه کافی. و وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که ایشون نقش فرزند ولیگونه رو در خانواده به